میگن تو آبادان یه پسر 16 ساله دیوونه وار یه دختره رو دوست داشته، انقدر که تو همون سن کمش پدر و مادرش رو مجبور میکنه تا برن خواستگاری واسش. میرن خواستگاری اما پدر دختره مخالفت میکنه، میگه باید بری دیپلم بگیری. پسر میره درس میخونه و دوباره بر میگرده. پدر دختره بازم مخالفت میکنه، میگه باید بری سربازی. پسر تو 20 سالگی میره سربازی و تو 22 سالگی هم خدمتش رو تموم میکنه. پدر دختره بازم بیخیال نمیشه و همینجوری به مخالفتاش ادامه میده تا اینکه بالاخره تو 32 سالگی پدر دختره اجازه میده این دوتا با هم دیگه ازدواج کنن. اینم بگم دخترم چون این پسره رو خیلی دوست داشته تو این مدت به تموم خواستگاراش جواب رد میداد. خلاصه این دو نفر به هم دیگه میرسن و شب عروسی خسته و کوفته میرن خونهشون. دختره از شدت خستگی تا میرسه خوابش میبره. پسره هم پیشونی عروسشو میبوسه و اونم میگیره میخوابه. صبح روز بعد پسر زودتر بیدار میشه و میره صبحونه درست کنه. یکم که میگذره نگران میشه، برمیگرده تو اتاق میبینه دختره بدنش سرده و دیگه نفس نمیکشه. سریع زنگ میزنه به دکتر. دکتر میاد میگه دیشب این دختر از شدت خوشحالی دچار ایست قلبی شده و همون دیشب هم تموم کرده. داستان ترانه صبحت بخیر عزیزم هم دقیقا همینه. صبحت بخیر عزیزم، با آنکه گفته بودی دیشب خدا نگهدار.